برادر گرامی بارک الله فیکم، یک کتاب مشهور و بزرگ در بین مسلمان ها است به نام مصنف، و یکی مصنف ابن ابی شیبه رحمه الله است، یکی مصنف عبدالرزاق الصنعانی. در مصنف عبدالرزاق الصنعانی در شماره 3930 روایت را ذکر کرده از ابن التیمیه رحمه الله عن ابیه عن عائشه رضی الله عنها كانت تقرأ في المصحف وهي تصلي. عایشه صدیقه رضی الله عنها در نماز خودش از مصحف میخواند و محقق کتاب میفرماد که سند صحیح مرسل، این روایت صحیح است، مرسل است، یعنی عایشه صدیقه رضی الله عنها این کار را میکرد. دوم روایت را ابن ابی الدنیا در فضائل رمضان ذکر کرده که در اون روایت آمده که عایشه رضی الله ابن سیرین میفرماید، محمد ابن سیرین تابعی اهل بصره مشهور شد، میفرماید که عایشه رضی الله عنها کانت تأمر غلامها، امر به غلام خود میکرد، فیصلی فی رمضان، در رمضان او نماز میداد، یقرأ فی المصحف، از روی مصحف تلاوت میکرد. یعنی خود عایشه صدیقه می کار میکرد و غلامی که به نام ذکوان داشت و می کار میکرد. و این روایت در صحیح بخاری نیز است، یعنی اثر. امام ابن ابی شیبه رحمت الله علیه در مصنف خود روایت را ذکر کرده، به سندشان میفرماد که کان یؤم عائشه عبد یقرأ فی المصحف، غلامی که با عایشه صدیقه نماز میداد از روی مصحف تلاوت میکرد. همچنان از روایت دیگر را ذکر کرده از ابن ابی ملیکه که اون میگه که عایشه صدیقه غلامی داشت و را آزاد کرده بود، آزادی مدبر که میگه که یعنی بعد از مرگ ما آزاد هستی. و فکان یا امها فی رمضان فی المصحف، از روی مصحف نماز میداد. امام بیهقی رحمت الله علیه نیز بعضی روایت ها را ذکر کرده، از جمله می حدیث ذکر کرده و محقق میفرماید که وی روایت عایشه صدیقه را ذکره البخاری فی الصحیح تعلیقا، امام بخاری میره معلقا ذکر کرده. و انس بن مالک ای صحابی دوم که کان انس یصلی و غلامه یمسک المصحف خلفه، غلام خود قرآن میداد و او پشت سر استاد میبود، قرآن دستش میبود، فاذا تعایا فی آیه فتح علیه، اگر اشتباه میکرد باز غلامش برایش فتحه میداد، یعنی حتی فاتح قرآن دستش میبود. و این روایت را ابن ابی شیبه به شماره 7300 ذکر کرده. گرچه برای فاتح ما توصیه ایره نمیتونیم، لکن به خاطر از اینکه یعنی خیلی نیاز نیست، اگر نیاز می باشه مثلا انس بن مالک رضی الله عنه کار کرده. و روایت دیگری که از انس بن مالک رضی الله عنه در مصنف ابن ابی شیبه که ثابت البنانی که از شاگردای مشهور انس بن مالک است، میگه کان انس اذا قام یصلی قام خلفه غلام معه مصحف، و مو روایت ذکر کرده. و همچنین امام بیهقی نیز روایت را ذکر کرده و یا سندش صحیح است. لذا این آثار و روایات دلالت به این میکنه که اگر کسی از روی قرآن کریم بخونه اشکالی نداره و در نفل جایز است. بعضی چیزایی که در فرض جایز نیست، یعنی ساحه نفل وسیع‌تر است از فرض کرده. حتی بعضی از صحابه در نفل تکیه میکردن، تراویحشان که طولانی میشد سر عصا تکیه میکردن، در حالی که در فرض صحیح نیست، سر عصا تکیه میکردن. بعضی حتی به خود ریسمان بسته کرده بود و سر از او خدا میگرفت، لکن رسول الله علیه و سلم فرمود که علیکم من العمل بما تطیقون، عمل قدر طاقتتان. و در قرآن کریم خو اصل گپ میست که از حفظ خوانده شود، اصل طریق شرعی میست که از حفظ خوانده شود. و یؤمهم اقرأهم و اکثرهم اخذا للقرآن، کسی قرآن زیاد یاد داره، فقرأوا ما تیسر من القرآن و اقرأ ما معك من القرآن، آنچه که همراه تو است اون را بخوان، ما معك، آنچه که همراه تو است. لحاظا این طریقه احسن است از حفظ. لکن کسی که میخواد در رمضان زیاد قرآن بخونه، شوق و علاقه داره، حفظش ضعیف است، حفظ نداره، مصحف میگیره از روش میخونه، اشکالی نداره. بارک الله فیکم. این بود روایاتی که